روز 16 ایون سال 2024 بعد آنکه مذاکرات با گروگانگیران با میانروی مفتی ولایت رستوف نتیجه نداد، همه 6 گروگانگیری را که در سزای رقم 1 در شهر رستوف لب دون 2 کارمند این مؤسسه را گروگان گرفتند. هنگام حمله کشتند. مقامات میگویند هنگام حمله کسی از گروگانها آسیب ندیده است، ولی در ویدیو از محل قتل گروگانگیرها نشر شده دیده می شود که دست کم 2 نفر از گروگانگیرها را زنده گرفتند، چون که دستشون از پشت با زولانه بسته دیده می شود. ظاهرا چنین به نظر می رسد که بعد بازداشتشان تصمیم به کشتن آنها آمده است. در ویدیو جسدهای محبوسان کشته شده را نمایش میدهند و یکی میگوید که مردن مخلوقها در نزد قوطی پرتو مردند. اکنون تفتیشات این فرضیه را هم تفتیش میکند که آیا کسی از کارمندان بازداشتگاه به فرار محبوسان کمک کرده بود یا نه. منبع گازت رو گفته است محبس‌های این منطقه با سطح بلند کروپسیا فرق میکنند. تلگرام کانال باز با تکیه به منابع خود نام همه 6 گروگانگیر را نشر کرد. همه آنها زادگان جمهوری انگشتستان روسیه بودند و اکثرا برای جنایت‌های مربوط به تروریسم زندانی شده در عرصه انتقالشون به محبس‌ها قرار داشتند. در این بازداشتگاه رستوف اساساً آنهایی را نگاه می‌دارند که به تروریسم عیبدار می‌شوند و پرونده‌هایشان را دادگاه حربی حوزه جنوب روسیه که قرارگاهش در رستوف است بررسی می‌کند. به اطلاع بعض گروگانگیرها اینهایند: سیف‌الدینوف، ماده 161 قسم 2، ماده 162 کودکس جنایتی روسیه; تسیتسکیف، ماده 205 قسم 2 کودکس جنایتی روسیه; کامنیف، ماده 288 قسم 2 کودکس جنایتی روسیه; گریف، ماده 205 قسم 2 کودکس جنایتی روسیه; اکیف، ماده 205 قسم 2 کودکس جنایتی روسیه. سابق دانشجوی 22 ساله اکادمی طبی شهر استراخان ملک گاندالویف ماه مارس سال 2023 در یک جنگل در انگوشستان همراه برادر و یک دوستش دستگیر شده بود. از نزد محله بازداشت آنها در جنگل در اطراف دهه الخست از یک پنهانگاه بمب خودساخت، مواد ترکنده و خوراکواری پیدا کرده بودند. گریف، اکیف و تسیتسکیف باشد ماه دکبر سال 2023 با جرم عضویت در داعش و آمادگی به حمله به بنای دادگاه عالی جمهوری قراچای و چرکس متناسباً 2 اول به 18 سال و تسیتسکیف به 18 سال و 6 ماه زندان محکوم شده بودند. بنا به اطلاع بعض نقشه گروگانگیری در سزای رستوف چند ماه باز آماده میشد و در این مدت توانستند برای این 6 نفر از بیرون سلاح و وسایل علاقه و حتی بیرق‌های سیاه داعش را درآورده به دستشان بدهند. بنا به اطلاع مقدماتی این 6 نفر در حجره‌های گوناگون بازداشتگاه نگاه داشته میشدند، ولی این مانع نشده است که آنها نقشه حمله را بکشند و عملی کنند.